وقلیل من عبادی الشکور. به نام الله بخشاینده مهربان. سلسله برنامه ما با سوال و جواب های شما ادامه دارد. در مهمانی استودیوی ما سهراب عادلیان، ختم کرده دانشگاه مدینه منوره، فاکولته حدیث شریف. از تماشابین ما سوال آمده است: وقتی غضبناک بودن و بالای وقتی عصبی بودن، همسر خود را اول 1 طلاق گفته است و بعدا 3 طلاق گفته است و بعدا باز 10 طلاق گفته است و در حال بعد از گذشت چند مدت پشیمان شده است و به نزد مولای مراجعت کردن. مولایی که در آن محل زیست است، آنها گفتند که توصیه دادند که همه کسا، یعنی که هم زن و هم شوهر و همچنین نزدیکانش، یعنی مادرش شوهر به نزد مولا آمدند و همش را نقل کردند و از روی نقل آن امام محل یک بار دیگر نکاح کردند. سوال این برادر چنین است: پرسیدند که آیا زندگی امروزه من با همسرم حلال است یا نه؟ چون من در بالای غضب بودن این گونه کردم و بعد از آن دوباره نکاح کردیم، اما من نمیدونم که حیاتی حلال به سر میبرم یا نه. جواب شما را انتظار. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، مسئله غضب بر طلاق یگان نقشی نمی بازد. یعنی انسان وقتی که در حالت غضب طلاق داد، طلاق واقع می شد مگر آن غضبی که انسان صاحب غضب بین زمین و آسمان فرق نمی کند، بین پدر و مادرش فرق نمی کند، بین سفید و سیاه فرق نمی کند، که این مسئله نادر است و این هم در نزد قاضی حل می شود. عموم غضب ها در حالت غضب طلاق دادن واقع می شود و هیچ کسی در حالت خرسندی و خوشنودی خود طلاق نمی دهد. اکثر حالت ها همه در بالای غضب طلاق می دهند. بنابراین در حالت غضب طلاق دادن واقع می شود. یگان حاجت این را ذکر کردن نیست که بسیار مردم وقتی که سوال های خود را ذکر می کنند می گویند در حالت غضب طلاق دادیم، گویا که حالت غضب یگان یاردم می کرده باشد. مسئله دیگر این که 1 طلاق داد و باز 3 طلاق داد و باز 10 طلاق، یعنی در یک مجلس 14 طلاق. البته انسان به تلفظ کلمه طلاق به جوابگری کشیده می شود. حتی علما رحمت الله علیه می گویند که باید قاضی آن شخصی که در غیر موقع خود، در غیر موضع خود کلمه طلاق را تلفظ کرده است آن را جزا دهد. مثلا می شود که بعضی انسان ها در دیگر جایها استفاده میبرند. مثلا میگوید که من فلانی کارگری خود را طلاق دادم یا طلاق فلانی را ده. استفاده چنین عباره ها نادرست است و گناهکار میشوند و برای این سخن ها باید قاضی جزا دهد. و همین گونه حتی شوهر هم همسر خودش رو نمیتواند همه وقت طلاق دهد. مثلا در حالت حیض طلاق دادن حرام است و بدعت است و این چنین زیاده از 1 طلاق دادن حرام است و این چنین در آن پاکیزگی که در آن همراه همسرش هم بستر شده باشد مراد از هم بستری جماع هست، در این حالت هم حقی طلاق دادن ندارد و زیاده از 1 طلاق دادن حرام است. بنابراین در این صورت ها قاضی باید میگویند شخصی که طلاق را تلفظ کرده است جزا دهد. و الاصل فی الطلاق واقع، اصلا طلاق وقتی که از زبان که تلفظ شد و واقع می شود، طلاق می افتد. و مسئله در یک مجلس زیاده از 1 مراتب طلاق دادن این بین علما اختلاف بزرگی هست، لیکن جمهور علما، بلکه می شود گفت جماهیر علما از سلف و خلف همه در این مسئله بر این فکرند که طلاق 3
سه حساب کرده می شود و این مذهب امیر مؤمنان در حدیث امام محمد ابن اسماعیل بخاری است و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و این چنین تمام شاگردانشان از جمله امام ابو یوسف، امام محمد و تمام علمای مذهب حنفی و امام مالک و تمام مذهبشان و امام شافعی و تمام علمای مذهب شافعی و امام احمد رحمت الله علیه طلاق سه را سه حساب میکردند. در زمان حضرت عمر رضی الله عنه وقتی که حضرت عمر دیدند که مردم یک و یک بار سه طلاق میدادگی شدند، حالانکه در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم و در زمان ابوبکر مردم یک طلاق میدادند، یک بار سه طلاق نمیدادند. بعد حضرت عمر صحابه ها را جمع کردند و با آنها گفتند که من دیدم که مردم سراسیمه شدند، به جای اینکه یک طلاق دهند یک بار سه طلاق داده ایستادند و من طلاق سه را سه حساب میکنم. یگان صحابه به حضرت عمر خلاف نبرآمد و صحابه ها در راه الله تعالی از کسی نمیترسد، کسی که نباشد اگر که به پیغمبر، به قرآن و به سنت پیغمبر صلی الله علیه وسلم سخن عمر اگر خلاف می بود، صحابه ها به عمر انکار میکردند و همه اقرار کردند و این اجماع صحابه ها حساب می شود. و در عصرهای 6 و 7 شیخ الاسلام ابن تیمیه و شاگردشان ابن القیم طلاق سه را یک حساب کردند و این را رواج دادند و شیخ محمد ابن ابراهیم رحمت الله علیه به شیخ الاسلام و به ابن القیم عذر میدهند، میگن که آنها در آن زمانه با این فتوای خود معذور هستند که ما در این باره یک ساعتی درازتر صحبت میکنیم ان شاء الله. خلاصه قول صحیح در این مسئله قول جمهور علما هست که طلاق سه هست. در زمان عبدالله ابن عباس یک مرد به نزد حضرت آمد، گفت که امام من همسرم را 100 طلاق دادم. بعد عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما گفتند که با 3 تای آن همسرت به تو حرام گشت، با 97 تای آن دین الله تعالی را موضع استهزاء و موضع لغو قرار دادی، گفتند بیهوده کاری کردی در دین الله تعالی. و به حضرت علی رضی الله عنه یا مرد آمده گفت که امیر مومنان من همسرم را 1000 طلاق دادم. گفتند که با 3 تای آن همسرت به تو حرام گشت، 997 آن را بین دیگر همسرهای تقسیم کن. گفتند همچون توبیخ و همچون ملامت و سرزنش. بنابراین طلاق سه واقع می شود و اصلا در مسئله طلاق این مسئله هایی که الان برای شما ذکر کردیم جواب عمومی هست، نه به خصوص این سوالی که سوال دهنده سوال داده است. این به سوال این برادر جواب نیست، بلکه مسئله طلاق مسئله هم فتوا هست و هم قضا هست. بنابراین مسئله طلاق باید در نزد مجلس قاضی حل کرده شود. باید کاتب‌ها سخن‌های طلاق دهنده، طلاق داده شده، شاهدها را بنویسند و این مسئله در مجلس قضا باید هر یک مسئله طلاق علاهیده فتوا داده شود. و این جواب‌هایی که ما میگوییم جواب‌های عمومی هست و جواب‌های علمی هست، نه فتوا برای هر یک مسئله. هر یک شخصی که همسر خود را طلاق داده است باید به نزد یک عالمی که علم دارد و امانت علمی دارد، یعنی طبق علمش فتوا میدهد و در گفتن مسئله های شرعی خیانت نمی کند، باید در نزد او مسئله های خود را مسئله گذاری کند و آن قاضی بعد به سوال های آنها جواب میدهد. والله تعالی اعلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. و اگر خود نمیدانید از اهل علم بپرسید. از این آیه چنین قاعده برمی آید که اگر انسان چیزی را از مسائل دینی نفهمد باید از عالمان ثابت قدم در علم بپرسد. تفسیر سعدی.